نزدیک عیده، باید کینه ها رو دور بریزیم. با خبر شدیم 2 تا فامیل با هم دعوا کردن و سال هاست که با هم دعوا دارن. حالا بریم دعواشون سر چیه و دلیلش چی هستش. آقا معذرت میخوام، چرا اینجا واسدید؟ من نمیدونه. نه خیر بفرمایید. من با این فامیلم دوام ببده این بچه گیجه بنده اندازه خاخه من در راسم در نزاکره اگه لوچه انا کاملی رشدی لوچه اندر بی دلیلتون اینه من هم میخواد بله من چوام نه این سویت بجنون تمام افزاییم ببین در نکنی نه باشه نه باشه بابا این نمیشه که اینجا کدورت بیشتر میشه دعواهای بیشتر میشه بابا. کی بود؟ کشو نه باشتر کار بریم اون فامیلو ببینیم. آقا سلام خسته نباشید. سلام علیکم. آقا تیرتون خیلی وحشتناک میشه بپرسم علتش چیه؟ من اینجا وایسادم که اگر اونا بخوان دست از پا خطا کنه خیرشونو بجوام. آخه به چه دلیل؟ چرا؟ علتش چیه؟ به چه دلیل؟ از پیرمی نلیجه نل خب همین نزنی بم دادنی نسبوتا لوچ خب نیلم خواهش لوچه اگه نفا که پیرمی ناش فود که نیم بم دادن پاسه گوار بلول شد. الان شرط من میره 1000 سال ده بدی و جراغ داری کنه. این سویت بجینو 2000 نفر یه رشکره سویت بجینو کی با؟ کی بود؟ نه دوانه بیشتر میکنه کدورت دوباره بیشتر میشه. کدورت که اینجور میکنه نه پس تو باید نکره. بابا عیده نزدیک عیده باید کدورت دور بریزیم باشه همینش اینا ما که یک سویستک بچینو باشو کشه ایده ما عید نداریم. والا ما هر کاری که کردیم نتونستیم اینا رو با هم آشتی بدیم. میریم سراغ بچه هاشون ببینیم قضیه از چه قراره. عیدتون مبارک بود. عیدتون مبارک.